احکام نماز. در مورد وصف اجمالی نماز علما در کتاب‌های فقه شرح‌های زیادی دارند و گفتند قطع نیت در اثنای نماز وجود ندارد. اگر کسی نیت قطع نماز را کرد نمازش قطع می شود. واجب است تا از ابتدا شروع کند و گفتند کسی که برای نماز نفل تکبیرة الاحرام گفته برایش در اثنای نماز مجاز نیست که آن را به نماز فرض تغییر دهد. و اگر کسی تنها بود به نماز فرضی تکبیرة الاحرام گفت پس از آن گروهی آمدند و نماز جماعت خواندند برایش مجاز است که نیت خود را به نفلی تغییر داده و 2 رکعت بخواند، سپس سلام بدهد و با دیگران به جماعت نماز بخواند. و در مورد سوره فاتحه علما گفتند قرائت سوره فاتحه بر نمازگزار واجب است اگرچه مقتدی در نماز جهری نیز باشد. از عبادة بن صامت روایت شده است که گفت در نماز صبح در عقب رسول الله صلی الله علیه و سلم بودیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم قرائت می‌کردند، ولی قرائت به ایشان مشکل شد. زمانی که از نماز فارغ شدند فرمودند شاید در عقب امامتان قرائت می‌کنید. گفتیم آری همین طور است ای رسول الله. فرمودند چنین مکنید مگر به فاتحة الکتاب، زیرا برای کسی که آن را نخواند هیچ نمازی نیست. بعد از قرائت سوره فاتحه بر نمازگزار آمین گفتن سنت است، چه تنها گزار باشد و یا مقتدی و یا امام باشد، و دلیلش فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم است هنگامی که امام آمین گفت شما نیز آمین بگویید، زیرا کسی که آمین گفتنش با آمین گفتن فرشتگان توافق کرد گناهان گذشته‌اش بخشوده می شود. برای قرائت قرآن و تکبیرات و ذکرها تنها خواندن قلبی کفایت نمی کند، بلکه نطق آنها ضروری است و اقل آن حرکت دادن زبان و لبها در هنگام قرائت می باشد. و علما بر سجده شرط کردند که بر 7 استخوان بدن باشد به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم که فرمودند هرگاه بنده به سجده می رود با وی 7 عضوی نیز سجده می کند، رویش و 2 کفهای دستانش و 2 زانوانش و 2 قدمان پاهایش. و در تشهد سنت است با انگشت اشاره شود به دلیل حدیث وائل ابن جحر که فرمود پس از آن انگشت خود را بلند کرد و دیدم که آن را حرکت میداد و با آن دعا می‌خواند. و علما برای هر رکنی از ارکان نماز شرط کرده اند که باید با آرامی و آهستگی انجام شود، زیرا که بدون آن نماز درست نمی شود. به دلیل آنچه از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل مسجد شدند و مردی هم وارد مسجد شد نماز خواند، پس از آن آمد و بر رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام داد و رسول الله صلی الله علیه و سلم جواب سلام را داده و فرمودند برگرد نماز بخوان، زیرا که تو نماز نخواندی. آن مرد برگشت مانند نماز قبلی نماز خواند. پس از آن به نزد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و سلام داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند و علیک السلام. سپس فرمودند برگرد و نماز بخوان، زیرا که تو نماز نخواندی. تا اینکه 3 بار چنین کرد. آن مرد گفت به ذاتی که تو را فرستاده من بهتر از این نماز نمیدانم، مرا آموزش بدهید. فرمودند هرگاه به نماز برخاستی تکبیر بگو، پس از آن آنچه از قرآن میدانی بخوان، بعد از آن رکوع بکن تا اینکه در رکوع آرام شدی، بلند شو تا راست بایستی، پس از آن به سجده برو تا آرام سجده کنی، بعد از آن سر بلند کن تا آرام بنشینی. در تمامی نمازت چنین بکن.